به نام خدا. سلام و وقتتان بخیر. بعد تازه ترین خبرها از آوا پلس خوش آمدید. قتل کودک 4 ساله در پکتیکا. طالبان کاکای امینه را بازداشت کردند. 4 روز از قتل یک کودک 4 ساله در ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا می گذرد. رویدادی که واکنش های تند باشندگان محل و کاربران صفحات اجتماعی را به همراه داشت. شمار زیادی از شهروندان با نکوهش این رویداد خواهان روشن شدن پهلوهای پنهان این رویداد غم‌انگیز و به کیفر رساندن عاملان آن شدند. طالبان اکنون از بازداشت کاکای این کودک در پیوند به قتل او خبر دادند. بر اساس اطلاعاتی که در دسترس روزنامه 8 صبح قرار گرفته است، این کودک 4 ساله حدود 4 روز پیش در روستای علیخیل ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا پس از یک شب مفقودی به گونه بیرحمانه به قتل رسیده است. او امینه نام داشته و یگانه فرزند خانواده‌اش بوده است. پدر و مادرش دارای یک زندگی فقیرانه هستند و در روستای علیخیل ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا سکونت دارند. جان محمد حقیار پدر امینه برای تامین مخارج خانواده در بازار این ولسوالی کار می کند. جان محمد ماجرای قتل دخترش را در برگه فیسبوکش چنین نوشته است: امینه تنها فرزندم بود که خداوند برایم داده بود. او تمام روز با پدر بزرگش در باغ داخل حویلی مصروف گردآوری برگ و شاخه های خشکیده درخت بود. هنگام شام که پدر بزرگش به سوی مسجد می رفت، امینه در مقابل درب منزل منتظر برگشت پدر بزرگش بود و در همین هنگام از مقابل درب نادرک شد. پدر امینه در ادامه نوشته است: آن شب را با بسیار سختی صبح کردیم و هر طرف را برای پیدا نمودن امینه جستجو کردیم، اما از او خبری به دست نیامد و سرانجام صبح جسد تکه و پاره شده‌اش را از باغچه قب حویلی پیدا کردیم. بسیار به صورت بیرحمانه به قتل رسیده بود. با این حال یک منبع در ولسوالی ارگون بر روزنامه 8 صبح تایید می کند که این کودک لحظاتی پس از ناپدید شدن با ضربات چاقو و کوبیدن سنگ بر سر و صورتش کشته شده و سپس جسدش در باغچه عقب حویلی انداخته شده و روی آن خاک انداخته شده است. این رویداد پس از رسانه‌ای شدن با واکنش های تند شهروندان مواجه شد. کاربران صفحات اجتماعی طالبان را به بی‌کفایتی و ناتوانی در جلوگیری از رویدادهای جنایی متهم کردند. مسئولان محلی طالبان در این ولسوالی اعلام کرده گفتند آنان پس از تحقیقات دریافتند که کاکای این کودک دست به این جنایت زده و او از سوی نیروهای این گروه بازداشت شده است. به گفته آنان تحقیقات در این مورد جریان دارد. داعش مسئولیت حمله بر محل اقامت شهروندان چینی در کابل را پذیرفت. گروه داعش با انتشار یک ویدیو مسئولیت حمله بر مهمانخانه محل اقامت شهروندان چینی در شهر کابل را بر عهده گرفته است. در این ویدیو 2 مرد جوان دیده می شود که داعش گفته آنان این حمله را انجام دادند. این حمله حوالی ساعت 2:30 پس از چاشت دیروز در یک هتل در شهر نو کابل انجام شد. گفته می شود که در این هتل شهروندان چینی اقامت داشتند. طالبان کار استخراج معدن کرومایت در زابل را به یک شرکت پاکستانی سپردند. منابع محلی در زابل از آغاز کار استخراج معدن کرومایت در این ولایت خبر می دهند. منابع محلی امروز میگویند که کار استخراج معدن کرومایت در ولسوالی شهر صفای این ولایت از سوی طالبان به یک شرکت پاکستانی سپرده شده است. به گفته منابع قرارداد استخراج معدن کرومایت در زابل از طریق داوطلبی به یک شرکت پاکستانی داده شده است. بر بنیاد معلومات منابع پیش از این کرومایت به گونه پنهانی استخراج شده و به پاکستان قاچاق میشد. گفتنی است که یک تن مواد معدنی کرومایت در بازارهای جهانی $450 به فروش می رسد. افراد معتاد به مواد مخدر در فاریاب. نیروهای طالبان شب هنگام مارالت و کوب می کنند. شماری از افراد معتاد به مواد مخدر در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب از چگونگی رفتار نیروهای طالبان در برابرشان شکایت دارند. این افراد میگویند که نیروهای طالبان آنان را به گونه بیرحمانه مورد ضرب و شتم قرار میدهند. یکی از افراد معتاد به مواد مخدر امروز به روزنامه اطلاعات روز گفت که در ایران به مواد مخدر معتاد شده است. او میگوید که به دلیل فقر، ناداری و آلوده بودن به مواد مخدر از خانه دور شده و در زیر پل شهر میمنه زندگی می کند.
او علاوه کرد که روزانه با جمع‌آوری پلاستیک از سطح شهر و با فروش آن نان و موادش را تامین می کند. اما نیروهای طالبان شب هنگام به آنان یورش برده و لط و کوب می کنند. طالبان هر چیزی که در جیب خود داشته باشیم با خود می برند. روزانه تا 6 جسد مهاجران افغان از ایران به افغانستان منتقل می شود. پس از نشر گزارش 8 صبح در مورد انتقال 45 جسد مهاجر افغان از ایران به نیمروز، اکنون به تازگی طالبان در نیمروز تایید می کنند که روزانه تا 6 جسد مهاجران افغان از ایران به افغانستان منتقل می شود. مقام‌های محلی طالبان روز گذشته گفتند که روزانه در حد اوسط بین 4 تا 6 جسد از مهاجران افغان از ایران از طریق مرز میلک به افغانستان منتقل می شود. بر اساس گفته‌های این مهاجران در پی رویدادهای ترافیکی و گاز گرفتگی جان باخته یا در اثر مرگ طبیعی جان دادند. پیش از این روزنامه 8 صبح به نقل از منابع خود گزارش داده بود که تنها در ماه اقرب سال روان 45 جسد از مهاجران افغان از ایران به افغانستان منتقل شده است. در هفته گذشته نیز روزنامه 8 صبح گزارش داد که در نتیجه گلوله‌باری سربازان ایرانی بر موتر حامل پناهجویان افغان که به گونه غیرقانونی به ایران می‌رفتند در شهر سیستان بلوچستان 17 پناهجو کشته شدند و طالبان پس از 2 روز این خبر را تایید کردند. آمریکا: مهمات روسیه رو به اتمام است و به استفاده از ذخایر 40 سال پیش رو آورده است. یک مقام ارشد ارتش آمریکا دیروز گفت روسیه در شرایطی که ذخایرش برای ادامه نبرد در 10مین ماه تهاجم به اوکراین رو به اتمام است، با استفاده از مهمات دهه‌ها پیش با کارایی پایین رو آورده است. این مقام که نخواست نامش فاش شود گفت آنها از انبار مهمات قدیمی روسیه بیرون آورده شدند. این نشان می‌دهد که آنان مایل به استفاده از مهمات قدیمی تر هستند که برخی در اصل بیش از 40 سال پیش تولید شدند. ایالات متحده روسیه را متهم می کند که به دلیل اتمام ذخایر مهمات خود به ایران و کره شمالی برای به دست آوردن مهمات بیشتر روی آورده است. بنابر ارزیابی این مقام ارشد نظامی ایالات متحده، اگر روسیه به تامین کنندگان خارجی و ذخایر قدیمی تر متوسل نشود، تا اوایل سال 2023 ذخایر مهمات قابل استفادهش تمام می شود. این مقام افزود که استفاده از مهمات قدیمی خطراتی را به همراه دارد، ممکن است عمل نکند یا هنگام استفاده منفجر شود. مقامات آمریکایی و اوکراینی روسیه را به استفاده از پهپادهای ایران متهم کردند. روسیه استرالیا را بر ریاکاری در مورد جنایت جنگی در افغانستان متهم کرد. وزارت خارجه روسیه استرالیا را به دلیل امتناع از تحقیق درباره جنایت جنگی نظامیانش در افغانستان به ریاکاری متهم کرده است. بر اساس گزارش رسانه‌های روسی، سرویس مطبوعاتی وزارت خارجه روسیه روز گذشته اعلام کرده است که به اطلاعی کانبرا از موضوع جنایت نظامیان استرالیایی در افغانستان و عدم تمایل به تحقیق در مورد این جنایات حکایت از ریاکاری سیاستمداران استرالیایی است. با گفته این وزارتخانه، استرالیا همیشه گفته است که به نظم جهانی مبتنی بر قوانین، حمایت از حقوق بشر، احترام به قوانین بین المللی و مواردی از این دست متحد است، اما در این واقعیت از معیارهای دوگانه پیروی می کند. در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است که استرالیا تلاش می کند تا نتایج گزارش قاضی پل بریتون در مورد جنایت جنگی نیروهای این کشور در افغانستان را مخفی نگه دارد، در حالی که فعالان رسانه‌ای همچنان خواستار محاکمه مسئولان شدند. وزارت خارجه روسیه خاطر نشان کرده است که 2 سال از انتشار این گزارش می گذرد و توصیه‌های اصلی این سند تاکنون عملی نشده است. این وزارت یادآور شده است به ویژه هیچ یک از 19 کارمند نظامی فعال یا پیشین که مدارکی از جنایات آنها در خاک افغانستان به دست آمده بود مسئولیت کیفری ندارد. این در حالی است که پل بریتون در نوامبر 2020 گزارشی از خشونت‌ها و قتل‌های غیر نظامیان و افراد مسلح توسط برخی از نظامیان ارتش استرالیا در افغانستان را منتشر کرده بود. این بود تازه ترین رویدادها که برایتان پیشکش گردید. جهت به دست آوردن تازه ترین رویدادهای افغانستان و جهان، چینل را سابسکرایب نمایید و برای حمایت از ما کافی است لایک کنید. تا بعد، بدرود.